سلام صبح بخیر. سلام صبح بخیر. سلام صبح بخیر. سلام صبح بخیر. سلام بچه‌ها، صبحتون بخیر. امروز قراره دوباره با هم دیگه باشیم. پوینت این ویدیو اینه که میخوام وعده هایی که میخورم و دوباره بهتون نشون بدم. کالری که امروز مصرف میکنم بین 1400 تا 1500 کالریه. امروز تمرین پا دارم، به خاطر همین غذاهایی که میخورم یکم متفاوت‌تر از روزهای دیگه است. پروتئینم بالاست، کربوهیدراتم بالاتره. کالری هم که میخورم از روزهای عادی یکم بیشتره چون پا تمرین میکنم. حالا الان میخوام صبحونه‌مو درست کنم. اصولا وقتایی که تمرین پا دارم صبحونه تخم مرغ میخورم. کلا روزایی که تمرین سنگین دارم سعی میکنم که تخم مرغ بخورم. حالا به شیوه های مختلف این تخم مرغ رو درست کنم. یکی از مدلایی که تخم مرغ رو درست میکنم خیلی دوست دارم. این مدلی هست که الان بهتون نشون میدم که هم زدنیه. سلام بچه‌ها. گوشنمونه. سریع‌تر به غذا خوردن برسی. میتونی بری پشت دوربین الان اینو ضبط کنی. فکر کردم می‌خوای برو بشین. نه اینو بچه بیاییم با هم دیگه صبحونه رو درست کنیم. تخم مرغ رو درست کنیم. ببینید که من چه جوری درست کات. خب اصلا 6 تا تخم مرغ میخوره و یه دونه زرده. منم یه دونه 2 تا زرده مثلا من توی مقدار میریزم. منم 3 تا یا 4 تا میخورم با یک دونه زرده. حالا الان توی این کاسه من 10 تا تخم مرغ میشکنم و 3 تا زرده رو میذارم باشه. توی این کاسه ما نمک میریزیم. خیلی کم بله. شروع میکنیم همش میزنیم مثل مواد کیک. یه ذره روغن آووکادو میریزم این تو، اسپری میکنم. فلفل قرمز میریزم توی تابه‌ای که خالیه. این فلفله رو تفتش میدیم، تخم مرغ رو بهش اضافه میکنم. یه ذره تخم مرغ خودش رو بگیره و شروع میکنم از بغلا جمعش میکنم. اینجوری خوشمزه میشه. یعنی کلا من از وقتی اینجوری تخم مرغ درست میکنم دیگه ما تخم مرغ آبپز و اینا نمیخوریم، همینجوری میخوریم. خیلی هم واقعا لذت میبریم. این بشقاب من شده. من این آووکادو رو هم با یه ذره لیمو قاطیش کردم گذاشتم اینجا. در واقع 1/4 آووکادو رو میخورم با این مقدار تخم مرغ و 2 تا نون. اصلا هم 4 تا نون میخوره دیگه. آووکادو بیشتر میخوره، تخم مرغش هم 2 برابر منه. این بشقاب من. دیشب یکم دیری خوابیدیم، امروز هم یکم دیرتر بیدار شدیم. الان ساعت چنده؟ فقط مسی. ساعت 9. مسی. من 1 ساعت و نیم دیگه هنرجو دارم، حضوری کلاسش، و میاد اینجا یه کافه هست با هم میریم استارباکس. احتمالاً میریم با هم اونجا قرار میذاریم و 2 ساعت با هنرجوم هستم دیگه. میشه تایم نهار، باید بیام خونه نهار رو درست کنم. و امروز باشگاه هم صبح نمیرم، احتمالاً غروب میرم باشگاه. اگر طرفدار مسی هستین لطفاً این ویدیو رو لایک کنید. اگر طرفدار رونالدو هستید سریع برید ویدیوی بعدی. ماما فدای تو بیش دختر قشنگم. اصلا داره آماده میشه برای عکاسیش. منم دارم بعد برم آماده شم برای کلاسم. من یادم اومد که امروز نهار رو باید تنها بخورم. ناراحت شدی یا خوشحال شدی؟ ناراحت شدم. حتی همچنین شامو هم باید تنها بخورم. نه دیگه، شامو از سر صبحانه پرسیدم نگفتی. شامو با خودم بخوری. من اومدم استارباکس. اصلا منو رسونده، گفته برا من یه قهوه بگیر. دارم براش کافی میگیرم. منتظر هنرجومم هستم که بیاد که با هم شروع کنیم. Thank you so much. Love you. خدافظ. قربونت برم. خدا. میام بعد داریم ماچا میخوریم. این نوشیدنی هم نباید توش نمیدونم سیروپ و شکر و فلان و اینا داشته باشه. اون وقته که بعد اونو برید مستقیم بهت میگم کجا برید. نوشیدنی هم نباید سیروپ و اینا داشته باشه. اینا همه کالری داره. به خاطر همین من میام بعد یه دونه ماچا میخورم.
مه نرجوم رفت و کلاسم تموم شد. الان 2 تا کار میخوام انجام بدم، یعنی نمیدونم کدومش رو انجام بدم. میتونم برم باشگاه تمرینمو بکنم، بیام ناهارمو بخورم و بعد ناهار میخوام یه ویدیوی میکاپ بگیرم، یا اینکه الان ویدیوی میکاپ بگیرم، ناهار بخورم، استراحت کنم، بعد غروب برم باشگاه. موندم بین اینا، نمیدونم چیکار کنم. تصمیممو گرفتم که بمونم الان خونه، ویدیوی میکاپمو بگیرم، تو این تایم میتونم غذامو درست کنم، اصلا هم دیگه رفت سر کار تا شب نمیاد، ناهار باید تنها بخورم. بنابراین گفتم الان ناهارمو میتونم بخورم، ویدیومم بگیرم، کارهای پیجم و اینا رو انجام بدم، بعد استراحت کنم، بعد از ظهر یا غروب برم باشگاه، بعد بیام بعد شام بخورم. اینجوری فکر می‌کنم که خیلی بهتر باشه. برای ناهارم یه بسته از این مرغا دارم که رون و کتف مرغه. من کلا هفته 2-3 بار سعی میکنم که مرغ رو اینجوری بخورم، یعنی همش سینه مرغ نخورم که خسته بشم، حالا یا رون مرغ بخورم یا مثلا اون کتف و مثلا بال و چیزای این شکلی که یکم هیجان انگیزتره، چربتره، و اینو درست میکنم با نمک و فلفل و زردچوبه و برنجم میپزم. برنجم مقداری که میخورم، کل این برنج رو میپزم، ولی مقداری که خودم میخورم 5-6 تا قاشقه. آره 5-6 تا قاشق با سالاد. این برنج سفید معمولی، برنج شمال مامانم اینا برام آورده بودن، هنوز دارینش. برنج قهوه‌ای هم بعضی وقتا میخورم، درست میکنم، ولی امروز دوست دارم که برنج سفید بخورم. بچه‌ها من همیشه مرغ رو اینجوری درست میکنم، یعنی مرغی که بخوام اینطوری سرخش کنم و با برنج بخورم و با یه ذره فلفل سیاه، نمک، اول ادویه‌اش رو درست میکنم، بعد میزنم به این مرغا، میذارم که سرخ بشه. اوکی. یه ذره هم دارچین اضافه میکنم. مرغ رو گذاشتم اینجوری سرخ بشه، برنجمونم کته میشه، یه ذره توش نمک ریختم. بعد دیگه یه ساعت دیگه فکر میکنم که ناهارمو بخورم. آماده فیلم برداری شدم. اینم ستاپمه. دوربینم گذاشتم اینجا. وای بچه‌ها خیلی خسته شدم. یعنی تا آماده شم این موهامم درست نمیشد، هنوزم از نظرم درست نیست، ولی مجبورم که فیلمشو بگیرم و امیدوارم که خوب بشه. یعنی همیشه دارم این فیلم ها رو میگیرم، استرس اینو دارم که وقتی من اینا رو ریختم تو سیستم و میخوام ادیت کنم یهو ببینم اون چیزی که میخوام نشده. الان یه همچین حسی دارم، امیدوارم که خوب بشه. در هر صورت دیگه چون خونه موندم و باشگاه نرفتم باید این فیلمو میگرفتم، دیگه دارم میگیرم. تینتی که برام فرستادن اینقدر سفیده که من نمیدونم الان. البته اینا جذب میشه ها، ولی خیلی روشنه اصلا. 2 حالت داره، یا خیلی خوب میشم یا خیلی بد قراره بشم. یعنی یه جوری که واقعا بعد کلی فیلم برداری نتونم اصلا از فیلم استفاده کنم. کارم تموم شد، دارم از گشنگی میمیرم و به نظرم میکاپم بد نشد. میدونی این پالت سایه‌ای که برام فرستادن تونالیتش صورتی و بنفش و بادمجونی و ایناست که خیلی به من نمیاد. بعد روژایی که برام فرستادن تون نارنجی داره، بعد من نمیتونستم مثلا روژشون رو با سایه‌شون مچ بکنم، ولی بد نشد ترکیبش. فیلمش بامزه شده. حالا بعد پست میکنم ببینید. من میکاپمو هنوز کامل پاک نکردم، لباسمو عوض کردم، راحت شدم. خب این غذای منه. الان ساعت 3:30 و من خیلی دیر دارم ناهار میخورم. احتمالاً باشگاهمو بتونم 2 ساعت و نیم دیگه برم. کلا از این کتفایی که کتف این دیگه میگم من درست میگم. این که رون نبود بچه، تو این بسته رون نبود، کتف بود به جاش، کتف و بال. این بالا رونه یا کتفه نمیدونم بچه ها. از این ببین 3 تا از اینو با 5-6 تا قاشق برنج و کاهو میخورم به عنوان نهار. یه کوچولو استراحت میکنم، واقعا خسته شدم، باید ذره بخوابم.
که بعد بلند شم سر حال برم باشگاه. تمرینم امروز خیلی سنگینه. داشتم میموندم. امروز چون کارم زیاد بود نتونستم تو غذا خیلی هنرنمایی کنم براتون. بعدن که مثلا یه روزی که کارم کمتر دارم از این ولاگا میگیرم یکم سعی میکنم چیزای هیجان انگیزتر درست کنم که مثلا یه چیز جدید یاد بگیریم. ولی دیگه امروز مجبورم که یکم چیزای ساده تر درست کنم که شکممو سیر نگه دارم، بتونم به کارام برسم. برای خودم دارم میخورم، گشنمه. تو هم خودت غذا داری. اومدم یه ذره استراحت کنم بعد برم باشگاه. یه چیزی راجع به مدل غذا خوردنم میخواستم بهتون بگم. من همیشه وعده هامو یه جوری میخورم تا یه اندازه‌ای میخورم که کامل سیر نشن. دیدی مثلا یه وقتایی غذا میخوری دیگه دلت پر میشه، مثلا سنگین میشی. اصلا اونجوری نمیخورم، یعنی میذارم ته دلم یه ذره سبک باشه و کامل سیر نشده باشم، یعنی 70% سیر شده باشم. و اون اضافه‌ای که ما غذا میخوریم که کامل سیر بشیم واقعا نیاز بدنمون نیست. یعنی منتالی من فهمیدم که ما دوست داریم که مثلا کل غذا رو بخوریم، وگرنه بدن تو به همون 70-80% غذایی که میخوری نیاز داره، همیشه یعنی میخوری نیاز داره. و دیگه من تا این اندازه همیشه غذا میخورم. دیگه دستم اومده چه مقدار غذا باید بکشم که کامل سیر نشم. الانم سبکم، فکر می‌کنم یه ساعت و نیم دیگه بتونم برم باشگاه تمرینمو بکنم. دیگه اومدم شام میخورم، ولی چون غذای ناهار اضافه اومد احتمالاً اینو اصلا بخوره و من شب میخواستم شام گوشت درست کنم. میخواستم یه خوراک گوشت درست کنم ولی شاید نکنم چون احساس میکنم دیگه خیلی سنگین میشم و باید شب بشه ببینم که چیکار میکنم. میکاپم بخوابم، بیدارشم پاکش کنم. من بیدار شدم، یه 45 دقیقه فکر کنم خوابیدم و گشنم شده. خیلی برام جالب بود. فکر میکردم که برم باشگاه بیام بعد مثلا یه پروتئین چیزی بخورم، ولی دیدم که الان گشنمه. به خاطر همین الان یه پری ورکاوت درست میکنم، با قهوه میخورم و میرم باشگاه. میخوام کوکی دو درست کنم. البته چیپس شکلات نداریم ولی یه اسکوپ پودر پروتئین رو با پودر بادام به اندازه 20 گرم ترکیب کنم. یه قاشق به این اندازه ماست یونانی میریزم، قاطیش میکنم. یه همچین حالتیه. پودر کاملا انقدر باید به همش بزنم که کرمی بشه. کوچولو یه کم دیگر میتونم ماست اضافه کنم، نصف قاشق. ما رو ماست اضافه بکنی که به یه همچین چیزی برسید. اینجوری باید بشه. بعد توش میتونید چیپس شکلات یا میوه مثلا بریزید بخورید. خیلی خوشمزه است. خیلی. اگه بافتش اینجوریشه ماست نباید زیاد بریزید، یعنی باید خیلی آروم آروم اضافه کنید که تکسچرش اینجوری بشه. الان نصف تمرینم رو انجام دادم و نشستم ماکروهای امروزم رو محاسبه کردم که چقدر امروز تا الان پروتئین خوردم، چقدر کربوهیدرات خوردم و چقدر چربی خوردم.
و دیدم که من 50 گرم چربی خوردم، یعنی 50 گرم چربی امروزمو خوردم. به خاطر همین میخواستم شام گوشت چرخ کرده درست کنم و یه خوراکی درست کنم که خیلی خوشمزه است و میخواستم بهتون یاد بدم. اونو توی یه ولاگ دیگه بهتون یاد میدم. الان مجبورم بعد تمرینم تخم مرغ بخورم و بیشترم سفیده بخورم، نهایتا یه دونه زرده که چربی امروزم خیلی بالا نره، چون من ماکسیموم دیگه 60 گرم چربی در طول روز میخورم. بچه‌ها این تمرین رو من قبلا با دمبل 5 کیلو نمیتونستم بزنم، مثلا یه سال پیش. الان دارم با 16 کیلو میزنم. خیلی خوشحالم. دیگه شب شد تقریبا، من برم سری بالا این لنا خانومو ببرم یه راه بره بچه، بعد بیام خونه دیگه به کارهای دیگم برسم و دوش بگیرم و اینا. یه همینجوری میرم یه پیاده روی میکنم 4 کیلومتر و برمیگردم خونه. خیلی گرمه، یعنی فکر کنم برم بیرون بیام میمیرم، ولی باید برم. وای فکر کنم 50 درجه است هوا. چیکار؟ بریم بیرون، بریم بیرون مامان، بریم بازی کنه لنا، بریم. دور اولم داره تموم میشه، یعنی میرم تقریبا 2 کیلومتر، 2 کیلومتر برمیگردم، میشه 4 کیلومتر. تو ناراحت نمیشی؟ من چون ناراحت شدم. من اگه غذا بخورم تو ناراحت نمیشی؟ خب ما اومدیم خونه. سلام، من برگشتم. من مردم، واقعا گرم بود. آرایشم پاک کنم، دوش بگیرم، با اینکه سیرم ولی چون باید پروتئین بخورم تخم مرغمو میخورم و تمام. باش منم تخم مرغ میخوام. نه تو مرغ باید بخوری، از مرغم میخورم. زیاده شکمو. آخی چقدر همون خوبه. سرم رو بزنم. شام 4 تا تخم مرغ درست کردم و یه ذره از برنجی که مونده بود، اندازه 2 تا قاشق برنجم توی این نیمرو ریختم، باهاش هم زدم که 3 تا قاشق که کربوهیدراتم هم دریافت کنم، چون امروز پا تمرین کردم، پیاده روی هم داشتم دیگه. اینجوری شده، هیچ چیز خاصی نیست. آموزش‌های غذای امروز من واقعا افتضاح بود. من از شما معذرت میخوام. شما اگر پیشنهادی دارید توی کامنت ها بنویسید، به من آشپزی یاد بدید، چون من واقعا احساس میکنم امروز گند زدم و هیچ چیز خاصی بهتون یاد ندادم، فقط بهتون نشون دادم که چیا خوردم. حالا توی دیسکریپشن براتون مینویسم همه این چیزایی که خوردم، هر کدومش چند کالری داشت، کلا ماکروهای امروزم چجوری بود. ولی تو ویدیوهای بعد چیزای خوشمزه تری براتون درست میکنم. امروز خیلی کار داشتم و نتونستم. امیدوارم که از این ولاگ لذت برده باشید. خیلی دوستتون دارم. مرسی که این ویدیو رو دیدین. توی ویدیوی بعدی میبینمتون. خداحافظ. لایک